سلام خدمت دوستان عزیز. امروز با آموزش نصب محیط گرافیکی بر روی سرورهای لینوکسی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. برای نصب محیط گرافیکی بر روی سرور ما نیاز به یک پنل نصب داریم که در حال حاضر آسان‌ترین و بهترین روش استفاده از سیلاب پنل میباشد. خب دستورات لازم رو توی دیسکریپشن هم براتون میذارم، رو به ترتیب وارد میکنیم. وارد ترمینال میشیم، با دستور sudo -i دسترسی روت میدیم به سرورمون. ابتدا دستور اول رو وارد میکنیم، میبینیم که فایل های مورد نیازمون رو دانلود کرد. یه ls میزنیم، میبینیم که سیلابی پنل اینجا دانلود شد. با دستور بعدی وارد پروژه‌مون میشیم. بسیار عالی. ls میزنیم، بله. به فایل دستور اجرایی رو میدیم، بله، و با این فایلمون رو اجرا میکنیم. بسیار عالی. الان سیلابی پنل برامون بالا اومد. میتونیم با گزینه اول پنلمون رو نصب کنیم. نصب بسیار راحتی هم داره. اینجا یوزرنیم مورد نظرمون برای لاگین رو وارد میکنیم. من اینجا همون سیلابی پنل رو میزنم، بله. یه پسورد حالا میگه این یوزرنیم وجود داره، چون قبلا من وارد کردم، مشکلی نداره. یس رو میزنیم، یه پسورد برای یوزرنیم رو انتخاب میکنیم. چه محیط گرافیکی میخوایم نصب کنیم بستگی به سیستماتون داره، بستگی به منابع سرورتون داره. من گزینه 3 رو میزنم. یه مدت طول میکشه تا این پنل نصب بشه. بله، نصب انجام شد. حالا تو این قسمت یس رو وارد میکنیم. میگه که ابزاره مثل فایرفاکس و ادیتور و اینا میخواین نصب کنین، دوباره یس رو میزنیم، مشکل نداره و پنل ما نصب شد. به همین سادگی و با چند خط کد پنل ما نصب شد. داره میتونیم با RDP و ریموت دسکتاپ ویندوزمون با آن متصل بشیم. خب دوستان، ریموت دسکتاپ کانکشن ویندوزمون رو باز میکنیم، آدرس سرورمون و همچنین پورت آن 3389 رو وارد میکنیم. کانکت که بزنیم میبینیم که راحتی متصل شد و هیچ چیز خاصی هم نداره و بسیار عالی داره کار میکنه. خب وارد همچین محیطی میشیم. از سشنمون گزینه اول رو انتخاب میکنیم، یوزرنیم رو وارد میکنیم، سیلابی پنل بود و پسوردمون هم که وارد میکنیم. اوکی رو میزنیم، بسیار عالی. پسوردمون رو دوباره وارد میکنیم. بعد تمام. میبینیم که محیط گرافیکی برامون بالا اومد و میتونیم